اگه ایران با آمریکا توافق کنه و تحریم‌ها برداشته بشه، چه کارهایی از ایران برمیاد؟ کشورهای عربی و روسیه که به خاطر تحریم‌های ما بازار نفت و گاز رو دستشون گرفتند، رقیب خیلی قدرتمندی پیدا می‌کنن. مثل قبل از سال 57 که ایران قیمت نفت رو تعیین می‌کرد. ترکیه، مصر و یونان باید نگران باشن، چون سیل توریست‌های خارجی برای دیدن تاریخ هزاران ساله و طبیعت 4 فصل ایران سرازیر میشن. اگه تحریم‌ها برداشته بشه، میتونیم ناوگان هواییمون رو گسترش بدیم و به رقیبی برای ایرلاین های ترکیه، قطر و امارات تبدیل بشیم. اسپانیا و دبی که زرشک، زعفران و خاویار ایران رو مفت میخرن، از بازار حذف میشن و خودمون صادرکننده اصلی میشیم. کویر لوتمون که گرمترین نقطه کره زمینه میتونه به بزرگترین نیروگاه برق خورشیدی تبدیل بشه و این فقط بخشی از ظرفیت هاست. به نظرتون میشه یه روز ایران آزاد بشه و دوباره شکوفا بشه؟ میخوای از کشورت بیشتر بدونی؟ پیج تاریخ مدرن رو فالو کن.